سیل اخیر و صفبندی‌های حاصله. لااقل در چند سال اخیر با کنار رفتن ماسک‌ها و عیان شدن چهره واقعی رژیم اسلامی برای لایه‌های مختلف جامعه ایران را همگان شاهدند. اگرچه سران رژیم در سالهای قبل با انواع شگردهای عوام فریبانه و رویکردهای هدفدار پوپولیستی توانستند بخش‌هایی از جامعه ایران را همچنان بفریبند، امروزه شناخت چهره و ماهیت واقعی این رژیم حتی برای نیروهای توجیهگر و حتی وفادار به خود شک و شبهه‌ای برای آنان نیز باقی نمانده است. تا جایی که این روزها داد برخی از خطیبان جمعه و نمایندگان شخص خامنه‌ای نیز در آمده و به نفرت و بیزاری مردم از خود، صنف و رژیمشان صراحتاً اذعان دارند. کسی منکر اتفاقات طبیعی نظیر طوفان، سیل، زلزله و غیره و نیز عوارض و تبعات آنها که همگی خارج از اراده انسان هستند نیست. اما نکته حائز اهمیت نحوه تعامل انسان در رویارویی با چنین اتفاقاتی و نحوه مدیریت آن و به کار گرفتن مجموعه تمهیدات لازم در راستای کمک رسانی به مردم آسیب دیده و کاهش آسیب و خسارت‌های حاصله و نیز تمرکز بر بار روحی و روانی مردم اعم از آسیب دیدگان میدانی و سایر مردم است. که بگم مثلا خودم بارزم چرا دروغ میگی آخه لامصب داری واسه اربعین بدی خرج کنی؟ چرا خودتون رفتین تو خونه ویلایی نشستین 2000 رژیم جمهوری اسلامی با تمام موجودیتش در کدام یک از این عرصه ها کارنامه قابل قبولی پیشکش کرده یا لااقل کارنامه قابل بحث و دفاعی دارد؟ 2 میلیون نسل این بدبخت است. تو صدا سیما میگه 300 نفر مردن ولی بیشتر از 3000 نفر فوت شدن. کجا؟ در کجای جهان در صورت چنین رخدادهایی مسئولین مربوطه ضمن اعتراف به مسئولیت خود و عذرخواهی از مردم از پست و مقام خود کنار نمی‌کشند؟ دولت 1 ریال نه کمک نقدی نه غیر نقدی، یعنی اصلا وحشتناک. در هر کجای جهان در صورت چنین رخدادهایی مسئولین مربوطه ضمن اعتراف به مسئولیت خود و عذرخواهی از مردم از پست و مقام خود کنار می‌کشند، اما در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی این روند کاملا معکوس است و آنها این بلایا را ناشی از ضعف ایمان مردم، بی‌حجابی، کفران نعمت، عدم تمکین به درجات خودساختی آیینی و نمایندگان خودخوانده خدا بر زمین قلمداد نموده و از مردم طلبکارند. این روند در تمامی عرصه ها مساق عینی دارد، حال چه اتفاقات طبیعی باشند و چه ناشی از بیکفایتی، نالایقی و سوء مدیریت. به عنوان نمونه میتوان به حوادث و اتفاقات 2.5 سال اخیر به عنوان سند اشاره نمود. هیچگاه مسئولین نظام اسلامی در هیچ برهه‌ای خود را مسئول ندانسته و احساس مسئولیت ننموده و به مسئولیت خود برنخواسته‌اند. فاجعه ساختمان پلاسکو تهران در روز پنجشنبه 30 دی ماه 1395 خورشیدی، سوختن کشتی نفتکش سانچی در 16 دی ماه 1396 خورشیدی همراه با تمامی خدمه و محمولی مربوطه، زلزله شامگاه یکشنبه 21 آبان ماه 1396 خورشیدی و عدم انتشار آمار دقیق خسارات جانی و میزان قربانیان و زیانهای مادی ناشی از آن و تداوم این نابسامانی تا به امروز، سقوط هواپیمای خط هوایی تهران یاسوج در روز 29 بهمن ماه 1396 خورشیدی و مرگ سامناک تمامی خدمه و سرنشینان آن، پس لرزه‌های زلزلی ویرانگر سرپال ذهاب
به درازای سال 1397 خورشیدی سقوط هواپیمای بوئینگ 707 در روز 24 دی ماه 1397 خورشیدی در فرودگاه نظامی کرج، جاری شدن سیل ویرانگر در استانهای گلستان، مازندران، خراسان، فارس، لرستان و خوزستان در روزهای آغازین سال 1398 خورشیدی به نحوی پاسخگویی و مدیریت آنها تنها نمونه‌هایی از نمودهای آشکار ناکارآمدی این رژیم و نهادها و ارگانهای مرتبط با آن هستند. عوامل و دلایل حوادث فوق الذکر که و چه کسانی هستند جای خود، اما نکته حائز اهمیت نحوه مدیریت و سرساماندهی به این امورات و رسیدگی به آنها و کم کردن فشار بر مردم آسیب دیده و تلاش برای تأمین نیازهای اولیه می باشد که همگان شاهد نحوه عملکرد رژیم و سران و مسئول آن آسیب داشتن. حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار خوشحالی میکردن. تمام خونه ما زیر آب و گل و خرگ هستن. اصلا به نظر میرسید که خداوکیلی طبیعت هستن، اصلا زمین و زمان، این درختها کاملا شسته شد. همین موضوعات مردم را بدین نتیجه رسانده است که مدتی است دیگر هیچ اعتمادی به رژیم و وعده‌ها و وعیدهای مسئولین آن ندارند. هم در زلزله کرمانشاه و هم در سیل اخیر میزان مشارکت حکومت و نیز مشارکت و نقش مردم را به عینه دیدیم. زمانی که شهروند ترکمن در مقابل دوربین رسانه‌ها فریاد برمی آورد و از مردم تقاضا می کند که کمک‌های خود را مستقیم به مردم آسیب دیده برسانند و آن را به ارگان‌ها و نهادهای حکومتی نسپارند، بیانگر تفکیک صف مردم از حکومت و میزان اعتماد عمومی به رژیم است. در زلزله کرمانشاه نیز شاهد چنین رویکردی از سوی مردم بودیم و حضور شبانه روزی نیروهای داوطلب مردمی بیانگر واقعیت است. کمک دولت کجاست؟ 4 تا ماشین به من نشون بده. چند تا سرباز اونجا بود. از دیگر سوی پا پیش گذاشتن چهره‌های ورزشی، مدنی، هنری و غیره و میزان استقبال مردم در واگذاری کمک‌های خود به مردم آسیب دیده از طریق آنها رژیم را ناچار کرد برای مقابله با این روند مزدوران و سلبریتی‌های خود را به میدان بکشانند که در این عرصه نیز شکست خورد. در 2 روز اخیر و با کسب تجربه گذشته و ممانعت از آبروریزی هرچه بیشتر و سنگاندازی و مانع تراشی برای حمایت مستقیم مردم و ناچار کردن آنها برای سپردن کمک‌های نقدی و جنسی به ارگان‌های رژیم، صدها حساب بانکی چهره‌های خوشنام و مردمی را مسدود نمودند تا کمک‌ها به کانال‌های حکومتی سپرده شود که از همکنون نتیجه آن آشکار است و کمک‌های نقدی و جنسی مردمی سر از سپاه پاسداران سوریه، یمن و غیره در خواهد آورد. با این تفاصیل و بنابر تمامی شواهد و مشهودات میدانی، مردم رژیم را شناخته و نه به مسئولین آن و نه به ارگانهایش هیچ گونه اعتمادی ندارند. لذا صف‌بندی‌ها عیان و آشکارند و مردم دارای صف مستقل خویشند. منطقه دارم میگم، حرف شخص خودم نیست. مردم بارها از خدا میخوان که نظام جمهوری اسلامی پس راهکار معقول همانا در میدان ماندن خود مردم و به دست گرفتن سررشته امور به دست خود آنهاست و همین همگامی ها، همدردی ها و حمایت های مردم از هم زمین ساز اعتماد فراگیر و همصدایی و پایین کشیدن و مجازات عاملین و مسببین این همه فلاکت است.